سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز. با فصل دوم از برنامه زنده خودمونی در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان، همینطور که میدونین این برنامه به صورت زنده پخش میشه، پس از طریق فیسبوک میتونین همین الان این برنامه رو نگاه بکنین. از طریق راه‌های ارتباطی تلگرام، اینستاگرام هم میتونین با ما در تماس باشین و شماره تلفن‌هایی هم در نظر گرفته شده برای عزیزانی که از ایران میخوان با ما تماس بگیرن. خب طبق معمول موضوع دومی داریم به عنوان به مناسبت روز عدم خشونت. نسرین عزیز برامون رهبری میکنن و یه استیک مکزیکی به اسم چیپوتله سارای عزیز برامون در نظر گرفتن در قسمت خوشمزه. و موضوع اول برنامه مربوط به این میشه که چطور و چرا باید بچه هامون رو در فضای مجازی امن نگه داریم. خب عزیزان، ما خیلی دوست داریم که از شما بشنویم. نظرات شما برنامه ما رو قوی تر میکنه. پس یه ویدیو میریم میبینیم از راه‌های ارتباطی که مقدار واضح تر اون راه‌ها رو توضیح میده. برمیگردیم با این موضوع که اصلا چرا ما باید بچه‌هامون رو در فضای مجازی امن نگه داریم. خودمونی رو در فیسبوک لایک کنید. اینستاگرام خودمونی رو دنبال کنید. هشتگ خودمونی فراموش نشه. از طریق تلگرام، واتساپ و وایبر خودمونی پیغاماتون رو به ما بفرستین. با این شماره میتونید مستقیما با استودیو در تماس باشید و صحبت کنید و از طریق این شماره هم میتونید پیامک بدید. خب دوستان، همونطور که میدونیم ما فرزندانمون رو توی زندگی معمولیشون اگه دوستی داشته باشن میریم با اون دوستا آشنا میشیم، توی تلفن‌هاشون رو کنترل میکنیم، آدرس خانواده هاشون رو میگیریم و کاملا نظارت داریم. همونطور باید خیلی بیشتر بر فضای مجازی نظارت و دقت داشته باشیم. البته بچه‌ها سلامم رو به شما میکنم. سلام برای ما. خب یه سری چالش‌های دیگه هم هست. همیشه مثلا وقتی در مورد بازی‌های رایانه‌ای صحبت میشه یا استفاده از اینترنت، هم فکر می‌کنن که مثلا حالا بچه‌ها چون زمان طولانی یا پای کامپیوتر هستن ممکنه که مثلا اونا از فضای اجتماعی دور بمونن، ولی با پیشرفت تکنولوژی می‌بینیم که اصلا اجتناب ناپذیره که ما نذاریم بچه‌هامون واقعا بیان و از تکنولوژی مثلا فضای مجازی یا اینترنت استفاده کنن. میبینین که انقدر با سرعت داره همه چی پیش میره که هر 10 سال داره یک نسل عوض میشه و واقعا این یک نیازه. اما چجوری میشه؟ آیا فضای مجازی فضای پالایش شده واسه بچه‌ها، یه فضای تصفیه شده که خیلی راحت بتونیم اونا رو در این راه قرار بدیم، یا اینکه نه فکر میکنین که باید یه محدودیتایی باشه؟ مسلما نه. همونطور که میگی امروزه انقدر این قضیه زیاد شده که به نظر من شخصا خیلی خیلی دیگه زیاد شده. یعنی زیادی چی؟ بیش از حد و به صورت افراط اتفاق داره میفته. مثلا از بچه چند ماهه رو دیگه یه موبایل یا یه لپتاپ یا یه لپتاپ که نه تبلت رو میدن دستش که مثلا بخواد سرگرم بشه. حالا بگذاریم از این که حالا به چه دلایلی از خیلی خیلی کوچیکی مثلا میگن نباید اتفاق بیفته، این قضیه یک موضوع جدا هست. اما آسیب‌های خیلی زیادی میتونه فضای مجازی برای کودکان ما به همراه داشته باشه اگر واقعا تحت کنترل نباشه و این آسیب‌ها رو معمولاً به 3 دسته تقسیم میکنن. یکی این هست که فرزندان ما میتونن هدف گیری بشن برای مسائل تجاری و تبلیغاتی و دوم این که استثمار کودکان میتونه باشه و همچنین نقض حریم خصوصی. ما نمیدونیم که کودک ما توی فضای مجازی که داره فرزند میخواد یک بازی رایانه بکنه یا اینکه مسائل دیگه هست و وقتی اطلاعات خصوصی خودش رو و خانواده رو تحت اختیار اون سایت میگذاره، چه کسانی به این دسترسی دارن و متاسفانه ما میبینیم که در این دهه اخیر چقدر مسائلی پیش اومده که سوء استفاده های حتی جنسی از کودکان زیر سن، از در واقع بچهای زیر سن حتی اتفاق میفته. من یه نکته بگم قبل از اینکه هر این موارد رو شما گفتی، ما یادمون باشه که حتما پدر و مادر رو باید آگاه بکنیم، بلکه این مسئله که شما انتخاب کردید بسیار مسئله مهمیه. ما می‌بینیم که پدر و مادرها
امروزه که جوونن کار میکنن بیرون از خونه هستن خیلی خستن، وقتی برمیگردن تایم محدودی رو تو خونه هستن و هزار تا کار دارن که انجام بدن. بنابراین ترجیح میدن که بچه‌شون ساکت یه گوشه بشینه جلو چشمشون هم باشه. اما جلو چشمشون شاید باشه، اما اون بچه داره از جای دیگه‌ای تغذیه میشه. ما داریم ظرف میشینیم، کارمون رو انجام میدیم، برنامه‌ریزی روزانه‌مون رو می‌کنیم، نگاه می‌کنیم این بچه با تبلت داره بازی می‌کنه، یه کاری می‌کنه. اوکی اون هست اونجا. حالا ما به برنامه‌های بعدیمون میرسیم. و این چیزهایی که گفتی انقدر ترسناکه. اگر که پدر مادرها نظارت نداشته باشن رو بچه‌هاشون، واقعا از سنی که معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، معلوم نیست کی بچه‌ای تو رو داره تربیت می‌کنه و یا چه چیزی به ذهن بچه‌ای تو میده که بعداً بخواد بازدهی رفتاری داشته باشه. من یه مثال واقعی بزنم واسهتون. یکی از چیزایی که ممکنه پدر مادرها ندونن و اینترنت برای شما این فضا رو فراهم میکنه، برای بچه شما این فضا رو فراهم میکنه، پول اینترنتیه که بهش میگن بیت. وقتی که شما توی وبسایت هایی که واسه تبلیغات هست کلیک میکنین روی اونا، به ازای هر کلیک میاد یه پولی مثلا 1 صدم پنس به شما میده. وقتی این طولانی مدت بشه و بچه‌ها هم که خب معمولا کار خاصی هم ندارن یا میخوان بازی کنن و فلان و اینا، وقتی که اون زیاد بشه یه پولی جمع میشه و از طریق پیپل میتونن اونو توی اینترنت خرج بکنن. من خودم یه دختر خانم 14 ساله ایرانی اومده بودن با مادرشون توی کلینیک زیبایی، صورتشون دفرمه شده بود، دهنشون. وقتی از مادرش پرسیدم گفتش که خودش با پول اینترنتی فیلر خریده و تزریق کرده به لبش. خب این یکی از اتفاقایی که میبینین جزو چالش‌های، ولی ممکنه خیلی‌ها بهش دقت نکنن. و یا مثلا همین قضیه فتوشاپ کردن عکس‌ها، میبینیم که فرانسه از ژانویه امسال یه قانونی رو تصویب کرد که الان اجرایی شده این ماه، که میاد چیکار میکنه برای مبارزه با اختلالات خوردن مثلا آنورکسیا. میگه که 600,000 نفر در فرانسه اختلالات خوردن دارن به خاطر اون فتوشاپی که انجام میشه یا به خاطر اون لاغر کردن عکس‌ها. پس قانون الان تو فرانسه اینجوری شده که اگه میخواین از اپی که میخواد شما رو مثلا عوض بکنه یا میخواین تغییر کامپیوتری تو عکستون و توی ظاهرتون بدین، باید حتما ذکر بکنین که این عکس دستکاری شده. تو فکرشو بکن وقتی بچه چندین ساعت قراره که پای اینترنت و کامپیوتر و این چیزا باشه، ناخودآگاه همونطور که نسرین خیلی قشنگ گفت، ذهنشو کی داره شکل میده؟ همون چیزایی که میبینه. حالا اون چیزایی که میبینه میتونه ظاهر شسته رفته آدم‌ها باشه، میخواد بازی‌های کامپیوتری بیشتر از سنش باشه که من دیدم بچه‌هایی که 11-12 سالن با بازی‌های کامپیوتری بازی میکنن که 18 سال به بالاست و متاسفانه پدر مادرها هیچ توجهی به این نمیکنن. من دیدم اینجور بچه‌ها رو، سنی که استفاده میکنه یا حتی یک دختری یک بار بیشتر پیش اومده، دختری کشته شد در آمریکا. دلیلش این بودش که این دختر از طریق فضای مجازی با یک کسی آشنا شده بود و بعد قرار ملاقات گذاشته بود. اون کسی که رفته بود دیده بودش اون کسی نبود که خودش رو معرفی کرده بود و این دختر رو دزدید و کشت. پس این اتفاقات میفته و چیزایی که من میخوام بیننده‌ها بدونن که قصد ما این نیست که الان بترسونیمشون که بچه‌ها نرن توی فضای مجازی. قصد ما اینه که بترسونیمشون که بچه‌ها به طرز صحیحی از فضای مجازی استفاده بکنن. یعنی نه اینکه الان بترسن دیگه نباید برن روی اینترنت، برای اینکه اجتناب ناپذیره. اتفاقا چند وقت پیش یه ویدیو رو گذاشته بودن تو همین فضای مجازی به خاطر اینکه بخوان هم به مادر پدرها هشدار بدن و هم به بچه‌ها. و جالب بود که یه تیم در واقع حرفه‌ای بودن که داشتن سعی می‌کردن که ببینن بچه‌ها چقدر ساده‌لوح هستن و چقدر حاضر هستن از طریق فضای مجازی زندگی خصوصیشون رو در میون بگذارن، در واقع اطلاعات زندگیشون رو. و جالب بود که یه پسر بچه مثلا نشون میده یا یه دختر بچه مثلا شاید 12-13 ساله 14 ساله فکر میکنه حالا میخواد با یه یک شخص دیگه مثلا اون پسر با یه دختر خانم میخواد قرار بذاره، بعد میرفت در میزد در خونه طرف هم میزد، یعنی میخواستن حالا همدیگر هم ببینن یا یه مدت با هم اینا از طریق فضای مجازی مثلا با هم دیگه چت کرده بودن، صحبت کرده بودن و حالا با هم قرار گذاشته بودن. بعد مادر این پسر بچه توی اون خونه بود، اینا میخواستن ببینن چقدر اون پسر فرزند ممکن هست که این اشتباه رو انجام بده. بعد خیلی واقعا شاید من شخصا واقعا مو به تنم سیخ شد که اون مادر وقتی میدید بچهش از در اومد توی خونه غریبه و نمیدونست اون مادر باید چی کار کنه، میگه تو کجا اومدی؟
تو نگفتی، یعنی من میتونستم امروز تو رو از دست بدم. یعنی واقعا این اتفاق و خیلی خیلی فضای سخت و سنگینی بود، ولی واقعا این قضیه ما نمیخوایم بترسونیم، ولی از طرف اتفاقا شاید بد نباشه بعضی جاها ما بترسیم که این قضیه رو جدی بگیریم. یک چیز جالبی اتفاقا در مورد کلمه غریبه بگم. ما به بچه‌ها در مورد غریبه میگیم، با غریبه ها صحبت نکن. تو فضای مجازی هم بهشون میگم، ولی اتفاقا یه خانمی یه کتابی نوشته در مورد فضای مجازی و کودکان. توی اون کتاب میگه وقتی ما کلمه غریبه رو برای بچه‌ها استفاده میکنیم، تصوری که ما از کلمه غریبه داریم با تصوری که بچه داره فرق داره. اگه تو فضای مجازی با یکی صحبت میکنه، عکس رد و بدل میکنه، دیگه اون شخص دیگه غریبه نیست. برای بچه غریبه یک آدم ترسناک و زشته، ولی کسی که میبینه، عکسشو میده، میگیره، صحبت کرده مدت‌ها، غریبه نیست. پس بعد یک تعریف درستی برای بچه‌ها داشته باشیم. اصلا غیر از بچه‌ها، خانواده‌ها، بزرگسالان همینطور. وقتی که بزرگسالا مثلا یه خانومی میاد با یه آقای آشنا میشه یا یه آقای با یه خانومی توی اینترنت، حداقلش اینه که اگه ازدواج کرده باشه با اون رد و بدل کردن عکس‌ها و حرفا طلاق عاطفیشو میگیره از اون شخصی که داره باهاش زندگی میکنه. یه چیز دیگه هم خیلی کوتاه بگم. زمان ما، من یادمه که کتاب که می‌خواستیم بخونیم، یعنی مادر من میرفت کتابی می‌خرید که مناسب سن من باشه. چرا؟ چون بلد بود، چون میتونست بخونه، چون میتونست با آقای در واقع کتاب فروش صحبت کنه، بگه دختر من 13 سالشه، 14 سالشه، چه کتابی مناسبشه. اما فضای مجازی متفاوته. خیلی از پدر مادرها آگاهی کافی ندارن و خودشون نمیدونن چیه، پس بچه رو راحت و آزاد میذارن. ولی وقتی پدر مادر بدونن که چه اتفاقی داره میفته، لااقل مثلا بعضیشون که حالا توی خارج از در واقع کشورهای انگلیسی زبان هستن، انگلیسی خوبی ندارن و نمیتونن بخونن چیه. وقتی اینا رو نمیدونن، پس راحت آزاد میدن. من میخوام اینو بگم که پدر مادرها حتما خودشون رو با بچه‌ها تطبیق بدن، خودشون هم پیشرفت کنن، خودشون هم برن یاد بگیرن، آموزش ببینن تا بتونن بچه‌هاشون رو کنترل، نه که کنترل حالا شاید خیلی، ولی بدونن که به بچه‌هاشون بهترین چیز رو بدن، یا اون رو منع کنن از چیزی که داره. خب دوستان عزیز، امیدوارم که تا اینجای برنامه استفاده کرده باشیم. ما دوست داریم نظرات شما رو هم بشنویم، پس حتما با ما تماس بگیریم و تجربیات خودتون رو بگین. یکی از این چالش هایی که در شبکه‌های مجازی این روزا خیلی گل کرد و واقعا وحشت و ترس و خطر رو توی جامعه واقعا بالا آورد، چالش نهنگ آبی بود. حالا یه ویدیویی تهیه کردم که اصلا ببینین این چالش نهنگ آبی چی هستش و بعد برمیگردیم در مورد این صحبت میکنیم که آیا ما باید واقعا قوانینی برای بچه‌ها داشته باشیم و اون قوانین چیا هستن. البته فکر میکنم الان از فهمان گفتن که مشکل تکنیکی هست و نمیتونن الان ویدیو رو نشون بدن، ولی خب جالب هست که دقیقاً صحبت کنیم. آره، چون ما اتفاقا یه بحثی قبلا داشتیم در رابطه با خونبازی، شاید بیننده ها دیده باشن برنامه رو، یه مقدارم به این قضیه اشاره کردیم، ولی دقیقاً همونطور که تو گفتی نهنگ آبی چند تا اسم دیگه هم داره، مثل Asylum House or Wake Me Up at 4 o'clock که دقیقاً 4:20 که در واقع یعنی 4:20 دقیقه صبح زود من از خواب بیدار بکن، که خب این یک بازی کامپیوتری هست که بچه‌ها میرن و از اون طریق معمولاً هم از طریق دوستانشون بهشون معرفی میشه که میرن حالا یه جورایی ریجیستر میکنن یا عضو میشن و این بازی خیلی کارها رو به شما، یک سری چالش ها رو در مدت 40 روز درسته انجام میدن. میخوای خودت توضیح بده؟ این بازی این مدلیه که بچه ها رو کم کم عادت میدن و وادار میکنن به اینکه به سمت خودکشی پیش برن. شستشوی مغزی. آره، از کارهای خیلی کوچیک شروع میکنن. ولی کسایی که در مورد این موضوع تحقیق کردن متوجه شدن که بچه‌هایی که کشیده میشن به این سمت خودشون یه افسردگی‌هایی داشتن یا دیده نشدن توی خانواده، بچه‌هایی که میخوان دیده بشن و خودشون رو ثابت کنن. آره. و این باعث میشه که این خشمی که مثلا توی بچه‌ها هست از این که مثلا دیده نشدن یا اینا باعث میشه که به این سمت کشیده بشن. مطلب دیگه ای که این داره اینه که شخصی که این برنامه رو در واقع اولین بار درست کرده، هدفش این بوده که انسان‌های ضعیف رو از روی زمین برداره و این خیلی نکته مهمه که باید در نظر بگیریم که ما وقتی توی فضای مجازی هستیم و کسی که مغز در واقع متفکری که پشت این داستان رو نمیشناسیم و نمیدونیم واقعا هدفش چی هستش،
ممکنه خطرات خیلی بزرگتری هم داشته باشه. آخرین مرحله‌ش هم کاش که میگفتی برای دوستان بیننده. آره، اول اینکه ازتون میخوان مثلا روی دستتون یه چیزی شکل نهنگ آبی رو بکشین و علت اینکه میخوان اینو استفاده کنن این اون پدیده خودکشی نهنگاست که میرسونن خودشون رو دست جمعی به ساحل و با هم خودکشی میکنن. و در مرحله آخرم ازت میخوان که یه مثلا بلایی سر خودت بیاری، یه ضربه خیلی شدید به خودت بزنی یا رگ دستتو بزنی یا نمیدونم. ولی آنچنان اینا متبحرانه این کار رو انجام میدن، شستشوی مغزشون انقدر راه درستی رو داره برای اینکه به هدفشون برسن که واقعا اگر که نظارت بزرگتر نباشه، حتی خیلی از بزرگترها، کسایی که در واقع بزرگ هستن، ادالت هستن، عاقلن، درگیر این بازی میشن. اگر که نگاه درستی نداشته باشیم میبلعتت این به خاطر اینکه نسل خیلی زیرکانه همونطور که گفتی پیش میره، یعنی قشنگ روی فکر و روحیات بچه‌ها کار میشه و وقتی میگه 40 روز، تو این 40 روز از ساده ترین چیزها اول شروع میشه، بعد از شنیدن آهنگ‌های حالا شاید خاصی که میتونه روی ذهن تو تاثیر بگذاره. همون نصف شب بیدار شدنش دلیل داره، به خاطر اینکه اون لحظه شاید تو از نظر روحی در یه موقعیتی نباشی که بتونی درست مغزت آره، یا اینکه از تو میخوان که دقیقاً اطاعت کنی و یا اینکه مثلا فیلم‌های وحشتناک به تو میگن نگاه. خب تمام اینها باعث میشه که روی تو تاثیر بگذاره و دقیقاً در لحظه آخر باید خودکشی کنی و اگه نکنی تهدید میشی. درسته؟ خب دوستان تا اینجا دیدیم یه سری از چالش ها رو، ولی یه سری قوانین هم وجود داره که این قوانین توی اینترنت وقتی که ما میخوایم واقعا شروع بکنیم، مثل اینکه یه دونه سگ کوچولو، یه حیوانی، یه پاپی یا یه اسباب بازی که واسه بچه‌ها میخرین، بهش توضیح میدین که چطوری باید از اون نگهداری کنه، چه موقع بهش غذا بده، چه موقع غذا نده، کی باید ببرتش بیرون. این هم همینطوره. وقتی که شما یه کامپیوتری برای بچه میخرین، آیپد یا تلفن هوشمند، باید براش یه سری قوانین رو توضیح بدین. خب یکی از قوانینی که باید توضیح بدین، یعنی اولین قوانینی که باید توضیح بدین اینه که بچه‌ها شما اصلاً حق ندارین شماره تلفن، آدرس محل کار والدینتون رو به کسی که توی فضای مجازی باهاش آشنا شدین بدین و همینطور شماره تلفن خونه‌تون رو. چرا؟ مثلا تو همین بازی چالش نهنگ آبی بچه‌ها چرا نمیتونستن اونو ترک کنن؟ به خاطر اینکه اینا اون ادمین برنامه اینا رو میترسون که من آدرس شما، آدرس محل کار پدر مادرتون رو دارم و هر جور شده میان شما رو پیدا میکنن. و این یه چیز واقعیه، چون که گفته میشه که آی پی ادرس اون بچه‌ها رو داره، یعنی به اندازه کافی اطلاعات به اون شخص داده شده که اون شخص بلاف نمیزنه. واقعا اینطور هست در این بازی. درسته. و حالا دوستان عزیز میخواستم ازتون خواهش کنم که بریم ویدیوی نهنگ آبی رو ببینیم، برگردیم و ادامه قانونا رو براتون توضیح میدم. خودمونی رو در فیسبوک لایک کنید. اینستاگرام خودمونی رو دنبال کنید. هشتگ خودمونی فراموش نشه. از طریق تلگرام، واتساپ و وایبر خودمونی پیغاماتون رو به ما بفرستین. با این شماره میتونید مستقیما با استودیو در تماس باشید و صحبت کنید و از طریق این شماره هم میتونید پیامک بدید. روسیه و یا بعضی از کشورهای اروپا یک چالش جدید به نام بازی نهنگ آبی باب شده که به نام‌های مختلف در جاهای مختلف دنیا شنیده میشه. نام‌هایی مثل Asylum House و یا Wake Me Up at 4:20 AM شناخته میشه. شروع این بازی بسیار آسونه. اول باید رجیستر کنید یا به اصطلاح نام نویسی کنید و بعد یک ادمین از طرف وبسایت با شما تماس میگیره. بیشتر کارهایی که از شما میخوان آسونه. مثلا سر 1 ساعت بیدار شدن و یا به تماشای یک فیلم ترسناک نشستن. ولی کم کم کارها روز به روز سخت‌تر میشه. در روز 50 تدوین چالش فرمان مرگ کاربر رو صادر میکنه. این بازی مسئول خودکشی 130 نفر در سراسر دنیاست و پلیس در تمام این خودکشی ها به این بازی مشکوکه و علت این خودکشی ها رو بازی کردن افراد با این چالش میدونه.
جولیا کانستانتینووا و ورونیکا ولکووا دوتا از قربانیان خودکشی این بازی هستند. آن دو از یک ساختمان 14 طبقه با هم پریدند و خودکشی کردند. قبل از خودکشی جولیا در حساب کاربری اینستاگرامش عکس یه وال آبی گذاشته بود و در صفحه فیسبوکش نوشته بود end، یعنی پایان، و دوستش نوشته بود که احساس دیگه وجود نداره و گم شده. پایان. با اینکه همه میگن این دو قربانیان این بازی بودن، اما برخی از دوستان جولیا میگویند که این دو افسردگی داشتن و از افسردگی شدید رنج میبردند. مطالبی مثل آیا احساس میکنی که هر روز در زندگی خود بی‌ارزش‌تر میشی؟ این نشون میده که اونا از قبل به فکر خودکشی بودن، اما این بازی به اونا کمک کرد که افکار خودشون رو جامعه عمل بپوشونن. خب قانون اول رو گفتم. قانون اول این بود که شماره تلفن خودتون و شماره تلفن والدینتون رو هرگز نباید به کسی که تو فضای مجازی باش آشنا میشیم بدیم. و قانون دوم در مورد اینه که اگه من توی فضای مجازی ناراحت بشم از چیزی، یه چیزی رو ببینم که منو ناراحت میکنه، حتما باید اون رو با پدر مادرم در میون بذارم و در موردش صحبت کنم. بعضی وقتا مثلا بچه‌ها اگه یه چیزایی دریافت میکنن، یه سری فایل‌ها دریافت میکنن، عکسی دریافت میکنن، احساس گناه میکنن خودشون، یعنی فکر تقصیر رو به خودشون میدونن، فکر میکنن اونا یه کاری کردن که طرف مثلا تونسته یه همچین چیزی واسهشون بفرسته، چون که فانتزی بچه‌ها با فانتزی بزرگترها فرق میکنه. پس یکی از مسائل مهم اینه که انقدر به بچه‌ها اجازه بدیم که با ما دوست باشن، رفیق باشن، بیان مثلا این موضوعشون رو بگن، مخصوصا دختر بچه‌ها که ممکنه وقتی یکی ازشون بخواد که مثلا عکس لباس زیرشون رو مثلا بفرستن که خیلی براشون دردناک و ناراحت کننده است، چون وقتی که خانواده شروع میکنه در مورد این چیزا صحبت میکنه میگه این چیزا مثلا چیزای خصوصی و پرایوته. وقتی که از بچه اینو میخوان اون میترسه و فکر خودش باعث این شده که اون آدم بخواد این سوال رو ازش بکنه. و قانون سوم این که وقتی که ما با بچه‌های آشنا میشیم، با دوستی آشنا میشیم، با یه آیدی و یا یه کاربر مجازی آشنا میشیم، اصلا نباید موافق قرار حضوری باشیم، چون که معمولا همونطور که شما گفتی ممکنه که اون آدمی که میاد سر قرار همون آدم این که عکسشو ما دیدیم و باهاش صحبت کردیم نباشه. پس اگر هم ما بخوایم قرار حضوری بذاریم، باید حتما با پدر مادرمون صحبت بکنیم و پدر مادرمون تایید کنن و مطمئن بشیم این قرار توی مکان عمومی انجام میشه و با حضور پدر مادرمون. من به شخصه که هیچ وقت به دخترم اجازه نخواهم داد که یه همچین قراری رو حتی در جای عمومی بذاره. حالا من نمیدونم در مورد پدر مادر دیگه به هر حال من خودم وقتی که ایران بودم از طریق دایلاب بهش میگفتن، تلفن وصل میشدیم به شبکه، حالا نمیدونم اینجوری بود، شبکه ما میگفتیم اینترنت، یه جور شبکه داخلی بود و یه سری شبکه تو ما به اونها میگفتیم شبکه که جزو اون گروه میشدیم و اسمش باران بود. قرارهای حضوری میذاشتن توی مثلا پارک ملت که یه جای عمومیه، ولی من مامانم همیشه باهام میومده و چند تا صندلی مثلا اونورتر میشست تا من مثلا قرارم یا حرف بزنم، کتاب بدم بگیرم یا CD بگیرم و بعد دیگه برمیگشتیم خونه. البته اون زمانه یه ذره فرق کرده، یعنی اون زمانی که حالا نمیخوام سن شما رو بگم ولی اون زمانه یه ذره انگار که فضا کوچیک‌تر بود یا رابطه ها روتر بود، از صمیمی‌تر بود. الان یه کمی موضوع فرق کرده. هیچ نکته‌ای هم گفتی که خیلی مهمه، من پدر یا من مادر باید این بستر رو باز بکنم که بچه‌م به راحتی هر چیزی رو بگه تا من بتونم راهنماییش بکنم، چون تمام قانون‌هایی که اینجا نوشته ما خوندیم همش نوشته که اینو باید بگی، اینو باید بگی، صادقانه باید پدر مادرت حرف بزنی، ولی اگه بستر آماده نباشه اینا فقط یک قانونه و در حد نوشته میمونه. اما من قانون بعدی رو بگم که باید به بچه‌هامون بگیم که هر عکسی رو که از خودت و یا دیگران میخوای آپلود کنی رو باید با ما در میون بذاری و ما ببینیم و با تایید ما اون عکس رو بذاری، نه اینکه خودت هر چی که دلت خواست. حالا خیلی شبیه کنترل یا مثلا چیز نه، شبیه شور و مشورت باشه که ما صلاح میدونیم ببینیم که چه چیزی بهتره برای تو اون آپلود کنی. و یکی دیگه که هر پیامی که شما رو ناراحت میکنه شما مقصرش نیستی و اصلا هم دلیل نداره پیامی که شما رو ناراحت میکنه رو جواب بدی. اگر این اتفاق برای شما افتاد حتما با پدر مادرت صحبت کن تا اونا بتونن تصمیم گیری درست رو انجام بدن یا راهکار درستی رو بهت انجام بدن.
یه کاری که ما با دخترمون کردیم وقتی که براش موبایل خریدیم، همین قانون رو گذاشتیم و اون یکی بیچاره ما گفتیم نوشتش. بله. ولی چیزی که بود از همون اول مشخص کردیم که چقدر میتونه در فضای مجازی و موبایل و این چیزا حضور داشته باشه، از چه ساعتی تا چه ساعتی، و اینو زمان و اینها رو براش مشخص کردیم که فکر کنم این کار خیلی مهمیه. و یه چیز دیگه این که بچه چه سایت هایی رو میره میبینه، وقتی که براش توضیح بدیم خب کم کم خودش به هر حال یاد میگیره که هر جایی نباید بره، هر سایتی رو نگاه نکنه، هر پیغامی رو باز نکنه. دختر من میدونه اگه پیغامی اومد که تلفنی اومد براش که اسم نداره، اونو جواب نباید بده. یه چیزایی مثل اینو فکر کنم خیلی کمک میکنه. و اون پسورد یا گزاره ای رو که برای کامپیوتر یا برای موبایل استفاده میکنه، اینو بچه‌ها خیلی مشکل دارن در این زمینه که اونو به کس دیگه ای نده، حتی دوست صمیمیش. فقط پدر مادره که باید اینو بدونه و کسای دیگه نباید این رو بدونن. برای بچه‌ها این کار سخته چون دوستاشون براشون همه چیزن. دقیقاً. یه قانون دیگه هم که خیلی مهم هست که باز به بچه‌هامون بگیم این هست که وقتی که میخوان یه نرم افزار و یا حتی اپلیکیشنی رو روی موبایلشون یا روی لپتاپشون فرضاً رو کامپیوترشون میخوان دانلود کنن، باید حتما اطلاع بدن، چون ممکن هست که این نرم افزار حالا یا گوشی رو خراب کنه یا فرضاً کامپیوتر رو، یا اینکه خیلی مشکلات دیگر رو به همراه داشته باشه. پس باید پدر مادر در جریان باشن، یا پولی باشه یا از پول پدر مادر، یا اینکه باید ما به فرزندانمون یاد بدیم که در فضای مجازی خودشون هم شهروندان خوبی باشن، یعنی رفتار مناسب داشته باشن، به کسی آسیبی نرسونن. خیلی وقتا شاید آدم‌ها فکر میکنن که خیلی کاملا اوکی هست که برن توی فضای مجازی حالا بددهنی بکنم به افراد دیگه، توهین بکنم یا اونها رو آسیب بدم یا اینکه دقیقاً تهدید بکنم، که متاسفانه این به خاطر آموزش ندادن یا آموزش‌های غلط هست که این اتفاق میفته. ولی ما موظف هستیم به عنوان پدر مادر که به فرزندانمون این مسائل رو آموزش بدیم. و یک قانون دیگه هم این که تو اشاره کردی اوایل برنامه، این که به عنوان پدر و مادر یاد بگیریم اپلیکیشن هایی رو که حالا به روز میشه، تکنیک هایی که به روز میشه، تکنولوژی خب هر روزه داره پیشرفت میکنه، نگیم حالا دیگه از من گذشت ولش کن بشینم یه کنار. از بچه هامون بخوایم به همون یاد بدن و اینکه وقتی اونها به ما یاد بدن میتونیم هر دو یاد بگیریم، میتونیم لذت ببریم از استفاده اونها. و خب از طرفی هم میدونی که خب حالا فرزند دختر یا پسرتون راجع به یه موضوعی که داره، حالا یه بازی که داره انجام میده، یه بازی رایانه‌ای یا این که داره از یه اپلیکیشن خاصی استفاده میکنه، لااقل من پدر یا مادر میدونم که اون چی هست. پس این خیلی فکر می‌کنم حکمت بالایی میخواد، ولی مهم هست که خودمون رو بروز کنیم. و چقدر بعضی وقتا میدونم پدر مادره که توی این بازی‌ها دخیل میشن. مثلا یه بازی من جایی میخوندم خریده بودن و همه خانواده این بازی رو بازی میکردن. پس هم ما جزئی از زندگی اونا میشیم، هم به خودمون آگاهی میدیم. و فارسی و انگلیسی هر دوتاش منابع زیادی هست برای یاد گرفتن. من داشتم نگاه میکردم، دیدم یه سری بازی‌های رایانه‌ای هست، چقدرم عالی و خوبه برای واقعا آموزش دادن به بچه‌ها. همونطور که شما گفتین، مثلا بازی‌هایی که توش 100 تا جون نداره، یه جون داره، یا مثلا بازی‌هایی که میاد به شما استراتژی ساختمون یاد میده یا طراحی یاد میده یا مثلا چیزای به این صورت. اما از اون طرف هم ببینیم یه بازیایی میاد که با بچه‌ها در واقع روی مغز بچه‌ها داره کار میکنه و بچه‌ها رو با خودش همراه میکنه. حتی انتخاب اون حرکت که نسبت به مغز شماه، اون استراتژی شما باعث میشه که گرافیک و انیمیشن برنامه فرق بکنه با مثلا نسرین که داره بازی میکنه. و خب این بازی‌های خیلی تاثیرگذاریه، میتونه بچه‌ها رو از اون حالت حساسیت به کشتن و تربیت خشونت کنه. ولی خب خوبه که بدونیم بازی‌های رایانه‌ای برای بچه‌ها باعث میشه که دید چشمشون قوی‌تر بشه، اینو تازه پیدا کردن و همینطور یه عالمه چیزای خوب یاد بگیرن.
ولی خب خیلی انتخاب بهتره. دیگه، مسئله آگاهی و انتخاب. دقیقاً. اگر تو آگاهی داشته باشی میتونی انتخاب درست بکنی، پس میتونی از جهت مثبت برای بچت یا حتی برای خودت استفاده کنی. دقیقاً. ولی وقتی که بچه رو بذاری به امان خدا و خودت هم ندونی چه اتفاقی میفته، خب باید که منتظر بقیه اتفاقا هم باشی. من خیلی سریع پیغام دو تا از دوستان عزیزمون که از طریق تلگرام فرستادن رو بخونم. رویای عزیز که تشکر کردن از برنامه و گفتن ما در تنهایی به سر میبریم و شما قوت قلب ما هستید. تشکر کردن از برنامه و همچنین نرگس عزیز هم باز تشکر کردن و گفتن که شکر برای وجود پربرکتتون در عیسی مسیح، برکت و قوت آسمان ها با شما مقدسین. خیلی ممنون، تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه رو تماشا میکنین و عذرخواهی ما رو هم بپذیرین به خاطر اینکه یه مقدار امروز مشکلات فنی پیش اومده. برنامه زنده هست و از اینجور مسائل ممکن هست که پیش بیاد. به هر حال ببخشید. خب حالا نمیخوام فقط صحبتم به بچه‌ها باشه و نوجوانا باشه، میخوام که یه ویدیو بریم ببینیم در مورد اینکه کلا این اپیدمی برای همه و همه جوره واسه همه سن هست و چجوری میشه اوضاع آدم وقتی که زیاد میایم از اینترنت استفاده میکنیم. خب دوستان عزیز، میریم این ویدیو رو میبینیم، برمیگردیم با ما تماس بگیریم و نظر خودتون رو بدیم. برای اون دسته از عزیزانی که تلفن هوشمند دارین و فیسبوک رو بر روی تلفنتون دارین، از طریق فیسبوک خودمونی میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید. از طریق دکمه کلنا هم میتونید فشار بدید و با برنامه در تماس باشید. البته این کار میتونید در طول هفته هر زمان که خواستید انجام بدید. خب دوستان عزیز، دیدین که استفاده زیاد و غیر اصولی از شبکه‌های اجتماعی باعث چه دردسرایی شد برای دوستانمون تو این کارتون و چه اتفاقایی براشون افتاد. آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه. آخه میدونید چه اصلا من میگن این کارتونایی که میسازن الکی نیست. وقتی که میرم توی مثلا مرده شورخونه سلفی میگیرم با آدم مرده، یا وقتی که اعدام میشه میرن مثلا بساط پهن میکنن میشینن تماشا میکنن و عکس میگیرن و آپلود میکنن و تو شبکه‌های اجتماعی میذارن، یا اینکه مثلا اگه میبینین یه گروهی سر یکی رو میبره بیشتر از 1000 تا چیز دیگه شیر میشه توی شبکه‌های اجتماعی تمامه. یا اینکه همین قسمت وجدان کاری، یکی از مسائل خیلی مهمی که در موردش صحبت کردیم این که انقدر درگیر این شبکه‌های اجتماعی هستن این کارمندا یا کسایی که دارن این کارا رو انجام میدن که نمیرسن کار اصلی خودشون رو انجام بدن و واقعا این چیزایی که درست میکنن دور از حقیقت نیستش.
فکر کنم برای ما پدر مادران خیلی مهمه. یعنی ما چقدر نمونه خوبی هستیم. اگر تماما دیدم مادر پدر که سر شام مرتب موبایل دستشونه، دارن اینترنت ایمیل چک میکنن، وقتی که ما اینطور رفتار کنیم واقعا نمیتونی از بچه انتظار داشته باشی که سر شام تلفن دستش نباشه. حالا ببین، من اصلا نمیخوام بگم که تکنولوژی بده یا هرچی، ولی دوست دارم بگم که تکنولوژی بهتر پالایش شده و خیلی حساب شده در دسترس هممون قرار بگیره. ولی خب موضوع برنامه ما امروز بچه‌ها هستن و دوست داشتم که یکم کاربردی تر باشه. بعضی از همونجور که میبینین تکنولوژی چون تو کشورهای غیر از ایران حالا یا جهان سوم خیلی همین استفاده از اینترنت سالهاست که داره انجام میشه و اثرات مخربش رو در واقع دیده شده و پیدا کردن و اومدن یه سری از خود همون تکنولوژی استفاده کردن که ما بتونیم یه سری محدودیت ها رو واسه بچه هامون بذاریم که مهمترین اونا فیلترینگ هستش. فیلترینگ یه کارایی برای ما میکنه. مثلا چی کار میکنه؟ مثلا باعث میشه که بچه ها رو محدود میکنه نسبت به یه سایت هایی که بخوان بهش دسترسی داشته باشن، یا میتونه به ما نشون بده که اونا دارن اصلا چی کار میکنن. یکی از اونایی که من انتخاب کردم اسمش کیت لاکره که این امکان میده که مدیریت بکنیم رایانمون رو. چطوری؟ مثلا میتونیم ببینیم که چقدر بچه ها چند ساعت مثلا از این استفاده کردن از این سیستم، از چقدر آنلاین بودن، چه وبسایت هایی رفتن. میتونیم نگاه کنیم که چه حرفایی زده شده و یادداشت شده و همینطور برای موبایل خوبه و کامپیوتر و آیپد. یه دونه دیگه هستش آینت هستش. آینت هم همینطوری امکان کنترل فرزندامون رو برای ما فراهم میکنه و یه خوبی آینت اینه که مشخص میکنی برای بچه که چه سایتایی رو میتونه بهش دسترسی داشته باشه و این یکی از نکات خیلی خوبه آینته. و اون یکی پاساده که پاساد رو تلفن هم میشه وصل کنی و این پاساد میاد چیکار میکنه؟ محدود میکنه و همینطور به شما این قابلیت رو میده که از دور بتونین به صورت آنلاین یا همزمان ببینین که اصلا بچه چیکار میکنه. همون دقیقه که اون داره توی اینترنت کار میکنه، من اگه توی آفیس خودم توی اداره خودم هستم میتونم از این طریق این برنامه نگاه بکنم و ببینم اون داره کجا میره، چیکار میکنه و همینطور میتونه یه کار خوبی که برام انجام بده یه سری پسوندا رو میتونه برای بچه‌ها دیدنش رو محدود بکنه که ممکنه مثلا عکسایی باشه که محتوای اون مناسب نباشه واسه بچه‌ها. منم یه چند تا در واقع فیلتر دیگه دارم. یکیش چایلد کنترله که همونطور که گفتی باز محدود میکنه که چه جاهایی بتونن ببینن و کجا رو سرک میکشن بچه ها و این خیلی خوبه چون که حتی این فولدرهایی که باز میکنن اینا رو تمام میتونه، نرم افزارهایی که استفاده میکنن اونا رو هم میتونه محدود کنه و نشون میده که چه ساعتهای خاصی حتی میتونی اینا رو بهشون تو برنامه بدی که در چه ساعتهای خاصی از کامپیوتر استفاده بکنن. پس به هر حال این فیلترها واقعا کمک با چه سایتهایی برن و نرن. یکی دیگه هستش محافظ خانواده یا NQ فامیلی گاردین که اینم یک کاری که اضافه بر همه این کارها میده اینه که وقتی که شما حتی ایمیلی رو که دانلود کردی و یا اطلاع رسانی میکنه کجاها رو دیدی مثل همه اونا و والدین حتی میتونن، بچه ها میتونن با یک دکمه‌ای که دکمه پنیکه به پدر مادرشون اطلاع بدن کجا هستن و اگر در خطر هستن پدر مادرشون رو در مطلع بکنن. چه خوب، یعنی مثلا GPS داره؟ فکر میکنم این همچین چیزی داره برای اینکه تو میتونی حتی ببینی که موقعیت جغرافیایی بچت کدوم هستش از این طریق. اتفاقا یکی دیگه هم هست که باز راهنمای نظارت والدین گاردین پرنتال کنترل که اینم یک خوبی که داره، تو میتونی از دور حتی اون دیوایس رو قفل بکنی که اگر بچه دوباره کار خطرناکی کرده همونجا به دادش برسی و بازم این مثل اونای دیگه باز محدود میکنه دسترسیشو به جاهای مختلف و وبسایت های مختلف و در ضمن مثلا اگه ردیابی هم میتونه بکنه که کجا رفتن و اینو پشتشو میشه حسابی گرفت. یکی دیگه ای که هست
فنامو پرنتال کنترله که نظارت والدین فنامو بهش میگن، که اینم باز علاوه بر کار اینم میتونه موقعیت جغرافیایی بچه رو تشخیص بدی که کجا هستش و اون سرچ هایی که میکنه از گوگل هست و جاهای مختلف، این سرچ ها رو هم کنترل میکنه که هر وبسایتی نتونه بره، پیام هاش رو کنترل میکنه و چیزایی که معمولا مشترکه. ولی چیزی که تو این دوتا من دوست داشتم موقعیت جغرافیایی بچه است که به تو میتونه بگه کجا هست. این دوتا به نظر میخورد اگه مامانم یه همچین آخه بستگی داره تو چند سالت باشه. آخه اگه 18 ساله هستی نیستن. مانی، ولی اگه یه بچه 12 ساله است، 13 ساله است، ما حتی با دخترم داریم اینو که توی موبایلش داره، منم دارم، به خصوص موقعی که میرم برش دارم از مدرسه میتونم پیداش کنم که کجاست، الان رسیده یا نرسیده. نه این که تو بچه 12-13 ساله هر چه با چه زبونی بهش بگی که فکر نکنه که کنترل داره میشه و بگی اگر اتفاقی واسه پیش اومد خطر داره پیش میاد، ولی تو به عنوان یک بزرگتر موظفی که اونو یک جوری مانیتور بکنی و ببینی کجاست. اما یه نکته دیگه که من در آوردم فیلتر فایرفاکس هستش که این خیلی جالبه که وقتی که اینو نصب میکنی روی لپتاپ یا روی کامپیوتر بچه، وقتی اون بچه داره میره یک در واقع یک وبسایتی رو میره میگرده، قبل از اینکه اون وبسایت باز بشه این فیلتر میره ببینه محتوای اون وبسایت چیه و اگر نامناسب بدونه بازش نمیکنه. این خیلی اتفاق خوبه برای که خیلی موقع اسامی خاصی ندارن، مثلا وبسایت ها اسم خاصی ندارن که باعث بشه که توجه ما رو بر بیانگیزه برای که بدونیم نامناسبه، اما وقتی توش وارد میشی میبینی که عالمه محتوایی داره که اصلا به درد بچه یا سن نمیخوره، ولی با نصب کردن این فیلتر سریع اون میره چک میکنه و میگه نه این مناسب نیست، اصلا بازش نمیکنه. و یه دونه دیگه هستش به نام اسکرین تایم، یعنی که زمان دیده شدن. خانواده‌ها میتونن خیلی راحت این فیلتر رو نصب بکنن و بچه ها رو مانیتور بکنن. این بچه ها در واقع بیشتر بچه های نوجوان این فیلتر خوبه، بخاطر که پدر مادر خیلی کنترل خاصی حالا با نصب این فیلتر ندارن، اما میدونن که چند ساعت از روز بچه توی استفاده کرده از اینترنت و حالا مثلا میتونن این دیوایس ها رو کم بکنن، مثلا زمان خواب بچه یا زمانی که امتحان دارن یا هر چیزی میتونین دیوایس رو کم بکنه، بچه کمتر استفاده بکنه. خیلی احاطه خاصی ندارن که رو مانیتورینگ بچه که مثلا که چه وبسایت هایی میره چه چیزهایی میره، ولی میتونن که اونو کنترل کنن که استفاده کمتری از اینترنت. حالا من میخواستم یه مثال بزنم در مورد اینی که شما الان گفتی. خیلی خوبه که پدر مادرها حتما یعنی بهترین حالت استفاده بچه‌ها از اینترنت که جایی باشن که پدر مادرشون حضور داشته باشن و همین چند ساعت استفاده کردن. بعضی وقتا پدر مادر وقتی نمیدونه فکر میکنه که بچه داره درسشو میخونه، ولی بعد که یه دردسری بالا میاد متوجه میشه که نه اون چند ساعتی که داشته این کار رو انجام میداده ساعتایی بوده که خب داشته کارهای خلاف انجام میداده. پس خیلی مهمه که بدونیم و این نرم افزار اگه میخوایم استفاده کنیم یه دونه دیگه هم بخریم بذاریم کنارش که بدونیم کجا میرن. آره چون ببین فیلترهای ببخشید متفاوتی است، ما میتونیم از چند تاش استفاده کنیم. درست دقیقاً. یه چند تا موردم من انتخاب کردم. یکی ضد پورن هست که یا اسمش انتی پورن پرو، د وب پورن فیلتر ادان هست. این هم در واقع مخصوص این هست که سایت های مستهجن رو در واقع مسدود میکنه و اجازه نمیده که فرضاً توی سایت هایی که برای پورنوگرافی هست وارد بشن و میشه که خودتون پسورد بذارین روش و وقتی پسورد بذارین دیگه مثلا نمیشه تغییرش داد، تنظیماتش رو نمیشه تغییر داد و همچنین میشه یه سری سایت هایی هم که خودتون میخواین بهش اضافه کنین. یکی دیگه هم لیچ بلاک هست که این هم باز به شما این امکان رو میده که سایت های خودتون رو بهش اضافه بکنین، سایت هایی که فکر میکنین که مناسب نیست که فرضاً بچه از اونها استفاده کنه. و یکی دیگه هم باز نظارت والدین و فیلتر وب هست که اون هم باز والدینی که واقعا نگران هستن که فرزنداشون توی فضای مجازی دارن توی چه سایت هایی میگردن و دارن چی کار میکنن، برای اونها خیلی خوبه چون حدود 700 میلیون سایت مستهجن رو میتونه در واقع قفل کنه
و میشه باز هم به این سایت ها اضافه کرد. من فکر می‌کنم من میخوام این پیشنهاد رو بدم واقعا پدر مادرها بگردن این سایت ها رو پیدا کنن، این در واقع ببخشید افزونه ها رو پیدا کنن، بنویسن و ببینید واقعا چقدر میتونه به دردتون بخوره. شاید بتونیم آخر برنامه هم روی فیسبوک بذاریم این در واقع فیلترها رو و بهش استفاده کنیم. لینکاشو حتما میذاریم که کسایی که میخوان از اینا استفاده بکنن برن اونا رو دانلود بکنن. حالا بعضیش پولیه بعضیش هم نیست، ولی اون پولی که میده ارزش داره واقعا، برای اینکه چون الان توی زندگی هستیم که در واقع اوضاع احوال شهریه و مردم پدر مادرها خانواده ها سر کارن و نمیرسن که واقعا بخوان حضور داشته باشن در کنار بچه‌هاشون. بیشتر وقتا هم بچه‌ها اتفاقی هستش که به این سایت ها یا این عکس ها برخورد میکنن، پس خوبه که پدر مادر ببینن. خیلی وقتا حتی دنبالش نمیرن، دوستشون مثلا براشون میفرسته، پس خوبه که این فیلتر باشه حتی. آره درسته. خب عزیزان، امیدوارم که تا اینجای برنامه لذت برده باشین. ما در واقع دوست نداشتیم که بخوایم شما رو نگران بکنیم، همونطوری که معذرت رو گفتیم یه سری راه حل ها که از همون تکنولوژی استفاده میشه که خیلی هم کاربردی هستش به شما گفتیم. خب میریم یه ویدیوی خوشمزه میبینیم که یه استیک مکزیکی هستش و بعد برمیگردیم با موضوع عدم خشونت با نسرین. خوشمزه رو هم دیدیم، استیک چیپوتله که سارای عزیز برامون تهیه کرده بود. این غذا مکزیکیه. همونطور که گفتم اگر که اون غذاها رو درست میکنین عکسش رو هم برای ما بفرستین، ما به نام خودتون توی فیسبوک یا اینستاگرام میذاریم. اما عذرخواهی ما رو بپذیرین به خاطر اول برنامه که صدا نداشتیم، امروز یه کمی مشکلات فنی داریم، ولی شما رو به خوبی خودتون ببخشید. امیدواریم دفعه‌های بعدی این اتفاق نیفته. به هر حال برنامه زنده است و دیگه چاره ای نیستش. اما به خاطر 10 مهر ماه که روز عدم خشونت هست، پارت دوم برنامه‌مون رو اختصاص دادیم به همین موضوعی که خیلی مهمه و ما می‌خوایم از منظر این نگاه بکنیم که اگر ما خشونت رو از خودمون شروع بکنیم، میتونیم که روی خانوادهمون تاثیر بذاریم و همین خانواده میتونه اگر که زیاد بشه روی اجتماع تاثیر مثبتی بذاره. بچه‌ها، خشونت یه چیزیه که وقتی ما حرف عدم خشونت میزنیم فکر می‌کنیم که
عدم خشونت نباید برای زنان باشه، عدم خشونت برای حیوانات، کودکان، خیلی بزرگش میکنیم. ولی من خودم فکر میکنم اگر همین اتفاق رو، همین مسئله رو بیاریم تو زندگی خودمون، ریزش کنیم، میبینیم که بعضی موقع‌ها ما روزمون سراسر خشونته و خودمون نمیدونیم و دلایل متفاوتی داره. دلایلی داره که مثلا ممکنه که یه روزی مشکلات هورمونی داشته باشیم، یه روزی از بیرون یه خبر بدی رو بشنویم، یکی ما رو عصبانی کرده باشیم و نداشتن کنترل روی خودمون باعث بروز رفتارهایی میشه که ما روی دیگران تاثیر میذاریم و واقعا روز خودمون که خراب هست هیچی، روز بچه‌مون و خانواده‌مون هم خراب میکنیم. و چقدر مهمه که خانواده ها، مادرها و پدرها از خودشون شروع بکنن. این مادرای عصبی رو دیدین که با بچه‌هاشون چجوری رفتار میکنن و بچه‌ها چجوری وقتی با بچه دیگه بازی میکنن عصبیان، اسباب بازیشون رو نمیدن، سر کوچکترین چیزی ممکنه بچه مقابلشون رو گاز بگیرن، موشو بکشن، سر چیزی که به راحتی قابل حله. وقتی ریشه یابی میکنیم میبینیم که مادر خشنه. ببین عصبانی شدن خیلی راحته، مثلا یه مادر عصبانی شدن، چون خیلی وقتا اتفاقایی که میفته خستگی هست و یا اینکه زمانایی که واقعا نمیتونی بفهمی بچه توی یه سری فصل‌های زندگیش اصلا تو نمیفهمی واقعا اون چی میخواد و تو توقع داری که اون رفتاری رو انجام بده که تو میخوای و خب خیلی راحت میتونی از کوره در بری و عصبانی بشی و به خشونت حتی کشیده بشه. اما مثلا اینکه ما باید بدونیم به عنوان یه مادر یا پدر که حالا بیشتر راجع به مادرها صحبت کنیم، وقتی که تو عصبانی میشی هویت خودتو از دست میدی، به خاطر اینکه رابطه کلامی دیگه وجود نداره. یعنی اینکه تو نمیتونی با فرزندت اون رابطه کلامی رو داشته باشی، بگی چرا من عصبانی شدم، تو چرا منو عصبانی کردی. بعضی وقتا ممکن هست که فرزند ما به دلیل برآورده نشدن خواسته هاش، به خاطر چیزهایی رو که میخواسته و انجام نگرفته، یه سری ناراحتی های روحی جسمی داره و من مادر متوجه نشدم و اون الان داره از این طریق نشون میده و من به جایی که ازش بپرسم مشکل چی هست، بیشتر سر اون داد بزنم. بعضی وقتا واقعا همونطور که تو گفتی من وقتی عصبانی باشم فرزند من این آموزش اشتباه رو میگیره از من و اون هم یاد میگیره. وقتی من میگم چرا بچم داد میزنه، خب به خاطر که من داد میزنم. وقتی من بهش میگم که یواش حرف بزن، ممکنه همون یواش حرف بزنه رو با داد بهش میگم یواش حرف بزن، داد نزن و اون بچه واقعا همین رو یاد میگیره. وقتی تو عصبانی هستی چیزی نداری که یاد بدی و یا اینکه آموزش غلط رو میتونی به فرزندت بدی. و معمولا بچه‌ای که واقعا توی خانواده‌های عصبانی بزرگ میشن بچه‌ای هستن که بچه‌های پنهانکاری هستن، دروغگو معمولا هستن، مخفی کاری زیاد انجام میدن و خب این حق رو به خودشون میدن چون نمیخوان که بقیه عصبانی بشن. میخوام خیلی سریع بگم که چطور میتونیم که این عصبانیت رو، حالا یک به عنوان یه مادر، اول از هر چیز ما واقعا باید بدونیم که به یک متخصص مراجعه کنیم. حتی قبل از بچه دار شدن سعی کنیم عصبانیت رو در خودمون در واقع بیاریم پایین و به خودمون کمک کنیم و همچنین یاد بگیریم که از بالغمون، شخصیت بالغ استفاده کنیم. یادمون باشه که به یاد بیاریم وقتی عصبانی هستیم این بچه 2 ساله است، 3 ساله است، 4 ساله است و این به این دلایل ممکن هست که این عکس العمل رو نشون میده. نه مثل بچه کودکانه لجبازی کنیم و یا مثل یک والد بگیم که این حرف منه و همین که هست. پس باید یه مقدار روی این قضیه کنترل داشته باشیم. اما یه موقعی هستش که ما میبینیم که سر کار که میریم مواجه میشیم با اومدش صرفه مواجه میشیم با اینکه همکارای عصبانی داریم و اینکه بی‌دلیل دیدین که سر کار همیشه خوش به آدم نمیگذره. یه موقعی هستش که معذرت آدم‌ها برای آدم مشکلی ایجاد میکنن. چجوری ما میتونیم که این خشونت رو توی محل کارمون از بین ببریم؟ من فکر کنم اولا خشونت همیشه کلامی نیستش. بعضی وقتا ممکنه در محل کار گفته میشه، ممکنه جنسی باشه، ممکنه فیزیکی باشه، حالا مطمئنا کسی کتک نزنه، ممکنه کلامی باشه که چیزایی آدمو به هم بگن. بعضی وقتا هم یه خشونت خیلی خاموشه که آدمو از زیر یواشکی کارشکنی میکنن. پس انواع مختلف داره، به خصوص توی محل کار.
ولی فکر میکنم که حالا حداقل در مورد مسائل کلامی یا اون خشونت هایی که آشکار نیست، در درجه اول برای آوردن پایین آوردن خشونت خوبه که آدم تفاوت های همدیگر رو بشناسه. مثلا ما میدیم ما 4 تا ما با هم واقعا هر کدوم متفاوتیم و هر کدوم شخصیت های خودمون رو داریم، ولی وقتی آدم اینو متوجه باشه که من با ترلان فرق دارم، ترلان با نسرین فرق داره، این خودش فکر کنم خشونت رو پایین میاره، چون من شما رو میشناسم، میدونم از من متفاوتی و شما منو. من فکر میکنم یه چیز دیگه هم اینه که در درجه باید قوانین مدون باشه و اون از اون اول تو محل کار مشخص باشه که چه چیزهایی پذیرفته شده است، چه چیزهایی نیست و چه چیزهایی در واقع حالا تنبیه نه ولی به هر حال باهاش به طور جدی برخورد میشه. پس اگه که من هر طوری که دلم میخواد با دیگران صحبت کنم، این باید از طرف کسی که بالاتر از من هست باهاش در واقع برخورد بشه. و من فکر کنم در مورد خودمونم بعضی وقتا آدم میترسه انگار با خشونت برخورد بکنه. فکر کنم برای خودمون اینو یاد بگیریم که اگر که با ما کسی رفتار خشنی داره، درسته کلام خدا میگه که زبان نرم خشم رو از بین میبره و واقعا اونطوری که ما صحبت میکنیم خیلی مهمه. پس لازم نیست که با خشونت رفتار کرد، اما باید با شخص خشن قاطع برخورد کرد و فکر میکنم باید مشخص باشه که رفتاری که تو داری میکنی رفتار درست نیست و تو اجازه نداری اینطور با من رفتار کنی. این چیزی که من به بچم یاد میدم، میگم اگه کسی تو رو میزنه تو نمیزنی، ولی میگی شما اجازه نداری این کارو بکنی و باید اینو بدونه و حتی لازمه مثلا دستش آدم نگه داره. فکر کنم تو روابط بزرگترا هم همینطوره، به جای اینکه آدم خودش رو جمع کنه با شخصی که خشن هست چه کلامی یا رفتاری، باید با قاطعیت نشون بده که رفتارش اشتباهه و اجازه نداره با ما اینطور صحبت کنه. یه موقع هم هستش که شما با فرد خشن وقتی در ارتباطی این اتفاق اون رو عصبانی تر میکنه. یا خیلی موقع ما دیدیم که تو خیابون میریم مثلا 2 نفر با هم تصادف میکنن، شروع میکنن همدیگر رو زدن بی دلیل. این خشم خیلی توی توی کشور ما زیاد شده، توی مردم ما زیاد شده و واقعا کنترلش سخته و ما اگر روزمره خودمون با خودمون کار نکنیم، رو خودمون تمرکز نداشته باشیم روی رفتارمون و درست عمل نکنیم، سر هر چیزی ممکنه با هر کسی بحث کنیم و رفتار خشنی اتفاق بیفته. اما حالا یه موقع هست که ما اوکی رو خودمون تاثیر داریم، رو خودمون حواسمون هست، ما آدم خشنی نیستیم، اما یک فرد خشنی با ما داره زندگی میکنه، یا خواهره یا مادره یا همسره و یا یک دوست نزدیکی، کسی هستش که ما نمیتونیم به خاطر خشمش اونو کنار بذاریم. حالا چجوری باید به نظر شما رفتار کنیم که اون فرد خشن حال بهتری داشته باشه و به خشونتش ادامه نده و یا ما باعث خشونت زیاد نشیم؟ کنارش من فکر میکنم که چون وقتمون کمه، یکی این که بخوایم وقتی که با شخصی که عصبانیه باید بهش نشون بدیم که ما دقیقاً درک میکنیم که اون چقدر سختی و زجر کشیده، چون آدمایی که عصبانی هم معمولاً از عدم کمک کردن بهشون به این ماجرا رسیدن یا اینکه نخواستن حرف بزنن. پس یکی از مسائل خیلی مهمه که وقتی که میخوایم باهاشون حرف بزنیم حتما بدون قضاوت این حرف زدن باشه. سعی بکنیم بیشتر گوش بدیم تا بخوایم جوابشون بدیم، چون ما ایرانی‌ها کارمون اصلا اینجوری سیستممون اینطوریه که داریم فکر میکنیم وقتی طرف حرف میزنه که چی جوابش رو بدیم، از همه جا و همه موردها هم اطلاعات داریم خدا رو شکر. بعد یکی هم جا و مکان، واقعا جا و مکانی که میخوایم با کسی که خشم داره و عصبانیه. شما نمیتونیم بریم مثلا توی یه جای خیلی شلوغی که حالا دوستا و اینا هستن، طرف هم خودش عصبانیه، یه 2 تا شما بگین 4 تا اون بگه، به هر حال باعث خشم بیشتر اون فرد میشه. و همینطور کلام محبت آمیز و عشق که میگن رو سنگم بذاری آب میشه دیگه. خلاصه دوستان عزیز، امیدوارم که برنامه امروز رو دوست داشته باشیم. ما سعی کردیم که برنامه امروز خیلی کاربردی باشه. پس اگه عزیزانی که نرسیدن این چیزها رو یادداشت کنن، میتونن تکرار برنامه رو 4 شنبه 7 شب و 1 شنبه 10:30 صبح
ببینن و با هم مهربون باشیم. خشونت و خشم تو دنیا جواب نمیده. امیدوارم که هفته دیگه با موضوع دخالت در زندگی دیگران با سالی همراه ما باشین. خدا نگهدار.